اول اینکه استاد شما اگه بخواید بحث خدا و پیغمبر و فلاسفه امام شناسی رو مطرح کنید 1 سال زمان ببره ما اثباتش کنیم. تو الان تو دنیا ما 5000 مکتب داریم. زرتشت، مسلمون، بودا، آتئیست، کمونیست، تو هند گاوپرستن باهاش صحبت کنین دلایل خودشو داره. اونا که با دلیل کار میکنه دیگه. هممون عقل داریم، هر عقلی هم توش دلایلی خوابیده. پس ما الان تو این وسط نمیتونیم اینجا بگیم خدا رو اثبات کنیم بعد خدا بریم پیامبرا رو اثبات کنیم بعد بگیم خب بعد حضرت عیسی 500 سال بعد اسلام بود پیامبر اسلام رو اثبات کنیم بعد از اسلام بریم به اهل سنت شافعی حنبلی حنفی مالکی بعد بیام شیعه. چقدر زمان میبره؟ 1 سال. 1 سال. من الان به 5 دقیقه جوابتون میدم. خوبه؟ اگر شما بخواید یه عدد 40 رقمی رو زیاده دیگه در یه عدد 40 رقمی دیگه جمع بزنید، مثلا عدد سمت راست آخر 1 در ردیف دوم عدد راست سمت آخر 3 جمع بعد چی باشه تو نتیجه 4. حالا اگه شما 5 ببینید بلافاصله میگی یه غلطه و یکی بگه آقا این 40 تا رقم تو 40 تا رقم دیگه تو قشنگ بشین این 1 سال زمان میبره این کلی دردسر داره. من مطمئنم چی میخوام بگم وقتی با دلیل عقلی یقین به صحت یک گزاره پیدا کردیم قربان با همون دلیل به نادرستی سایر گزینه‌ها هم یقین پیدا میکنیم. یعنی چی مثال بزنم؟ مثلا وقتی ما با دلیل عقلی مثلا برهان صرف الوجود ثابت کردیم خدا یکیه با همون دلیل به راحتی نقض میکنیم. چی رو نقض میکنیم؟ تفکر خدمت مسیحیت تثلیثی رو پدر پسر روح القدس، نقض میکنیم دوالیسم رو، نقض میکنیم دو محوریت خدا رو تحت عنوان اهریمن و یزدان. چرا؟ ببین مثلا مثل اینکه برای شما ثابت شده 2 به علاوه 3 میشه 5. حالا اگه یه گزاره‌ای به شما بدن که 500 تا گزینه داره شما هم 5 رو ببینی معطل نمی‌کنی سری تیکو میزنی. یکی بگه آقا بیا سایر گزینه بس آقا من مطمئنم